به مناسبت شروع تابستون استیم بهتون روزانه یک تریدینگ کارتی بهتون میده، فقط باید یک کار انجام بدید. با جمع کردن تریدینگ کارت ها میتونید بج فروش تابستونه رو کامل کنید و 100 تا ایکس پی بگیرید که یه لول بهتون میده. اگه لولتون زیر 20 باشه یه لول اپ میتونید کنید. وارد تب استور میشید، درور میکنید، میایید پایین. اینجا که نوشته کلیک هیر، دقت کنید که هر 24 ساعت یک بار میتونید این کار کنید و بعد از 24 ساعت سریع بیایید این کارت رو بگیرید. و 10-12 تا گیم بهتون داره پیشنهاد میده که نگاه کنید، اگه خوشتون اومد بخرید. همینطور که ادامه بدید دکمه فینیش بالاخره ظاهر میشه، اونو که بزنید این بالا بهتون تریدینگ کارت رو میده، نوتیفیکیشنی میاد براتون که بزنید میبینید کارت رو بهتون داده. اینم دکمه فینیش، اینم از کارت. روی اسمتون که نگه دارید از قسمت بج میتونید ببینید که چقدر کامل شده، چند تا کارت. 10 تا کارت. میتونید تا 11 ژوئن، ببخشید تا 11 جولای میتونید کارت رو بگیرید. من 11 تا کارت میتونید بگیرید، میتونید بفروشید یا میتونید اصلا از این پایین از این دکمه کارت رو بخرید و بیشتر لول اپ کنید. و از این قسمت میتونید بخرید، تقریبا 45 سنت هر کارتی 5 سنت پولشه. اصلا میتونید بفروشید، خب 50 سنت بهتون نمیده، خورده کمتر میشه به خاطر مالیات. بوده 35 سنت اینا بفروشید، شاید هم کمتر. خب ارزش نداره فروختن، خریدنش هم ارزش نداره. من فقط برای اینکه نشون بدم وقتی بج رو کامل کردید چیکار باید کنید میخرم. خب وقتی بج رو کامل کنید یه همچین دکمه ای میاد اینجا، کریت بج رو که بزنید کارتا رو هم میچین و بجتون کامل میشه. حتی ایکس پی داد، یه سری خرت و پرت هم این پایین داد. از اونجایی که من لولم خورده بالاست، از لولم 300 تا ایکس پی نیاز داره، سر همون درجا لول اپ نشدم. ولی اگه لولتون پایینه شما یه لول رایگان میگیرید.